بنابر خبرگزاری شبکه تلویزیونی میر، پس از انتقاد شدید منصبداران روسیه از وضع بد قطارهای تاجیکستان، اداره راه آهن کشور همکنون واگن‌های نو را به راه انداخته است. گفته می شود پاییزهای تاجیکستان کهنه و فرسوده بوده، از زمان شوروی تا کنون هیچ گونه تعمیری را ندیدند. یادآور می شویم که میانه های ماه اپریل سال روان دیمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، در پی یک بازبینی از خدمات مرزبانی و گمرکی ایستگاه اکثر اسکی ولایت استراخان وضع قطارهای تاجیکستان را مورد تنقید قرار داده بود. Мы не можем себе позволить в таком виде запускать транспортные средства. Они сами по себе являются разносчиками возможных инфекционных заболеваний. Таких границ не было в Советском Союзе, они были гораздо более жесткими. Поэтому надо наводить в этом плане в миграционной сфере и в сфере пограничного контроля жесткий порядок. اینچنین گنادی انیشنکو سردختور سانیتاری روسیه که جهت شناسایی در ایستگاه ذکر شده معاون نخست وزیر روسیه را همراهی میکرد، از وضع بد سانیتاری طرفخانه قطار انتقاد کرده بود. او گفته بود این واگن ها از عادی ترین شرایط بهداشتی برخوردار نیستند. Беспредел и попрание всех санитарных и просто человеческих норм на колесах. И вот это вот безобразие катается по России туда и назад постоянно. به نقل از خبرگزاری شرکت تلویزیونی میر، چنین قطارهای جدید در راههای آهن تاجیکستان یگانه بوده و طلبات زمانوی جواب گویند. قرار است در آینده اداره راه آهن تاجیکستان با 100 عدد واگن نو را خریداری نماید. عبدالقلندرов، نماینده و هیئت مدیره راه آهن تاجیکستان در روسیه، اندیشه‌اش را چنین بیان نمود. Биотуалеты, душевая кабины для обслуживания персонала, значит, оснащена холодильниками, микроволновыми печами, то, что могут использовать все наши пассажиры. Весь посуда в составе не только в этом, во всем курсирующим поездам в Российской Федерации мы поменяли 100%. весь белье поменяли. کارشناسان مسائل اجتماعی و سیاسی بر این نظرند که مسئولین اداره های تاجیکستان مشکلات و کاستی های موجوده را باید سریع وقت بررسی و حل نمایند تا آن منجر به داغدار نمودن عملکرد حکومت نگردد. به قول آنها مقامات اداره راه آهن تاجیکستان در رابطه با ادعای مقامات روس جواب داده نتوانسته که آن باعث سردی مناسبت های دو کشور گشته و فشار روی مهاجران مهنتی تاجیک اضافه شد. از این برمی آید که مشکلی برطرف سازی کمبودی ها در ساحات مختلف مبلغ نبوده بلکه خنک نظری مسئولان می باشد. علاج واقع قبل از وقوع. خداداد زاکری برای خبر. ریاست کارهای داخله در ولایت سوغد برای پیدا کردن قاتلان یک خانواده تاجیک که در منطقه نزد سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان شب 19 به 20 ماه روان کشته شدند $10,000 آمریکایی جایزه تعیین کرده است. در این حادثه مدهش از عائله خلاقوها که پیشه اساسی آنها کشاورزی بود 4 نفر کشته و 3 نفر دیگر زنده مانده است. زمانی که این حادثه رخ داد، عائله خلاقوها موقتا در خواجگی دهقانی رقم 5 جماعت دهات چارکوه ناحیه اسفره کار و زندگی می‌کردند. نزدیکان قربانی های این حادثه گفتند که ساعت 3 شب وقت قاتلان به خانه خلاقوها حمله کردند، کیلین و ابراهیم 10 ساله پنهان شده آنها را ندیده اند، ولی گانه نفری کشته شدن پدر و مادر و پو برادرش را با چشم سر دید تا حال به خود نآمده است. رسانه های خبری به نقل از ساکنان محلی گفتند که در حال حاضر تدابیر شدید امنیتی در منطقه گرفته شده است و مقامات دو کشور برای پیدا کردن قاتلان گروه های فوری جستجویی تأسیس داده ساکنان محلی نیز برای پیدا کردن به آنها کمک می رسانند. به اطلاع آنها پس از کشتار 4 عضو این خانواده بعضی ساکنان نزد سرحدی دو کشور را ترس فرا گرفته است و به همین خاطر موقتا منزل های زیستی خود را ترک می کنند. ائتلاف ملی برای حمایت از قانون مردم مصر را به تظاهرات سرتاسری این کشور به عنوان جمعه شهیدان فراخواند. این فراخوانی حامیان پرزیدنت منتخب مصر محمد مرسی در حال صورت می‌گیرد که وزارت اوقاف این کشور ادای نماز جمعه را در مسجدهای فتح رمسیس و رابعه ادوی نصر با بهانه ترمیم منع کرد.
سخنگوی رسمی جماعت اخوان المسلمین را نیز صبح امروز از منطقه نصر دستگیر کردند و دادگاه هم حکم بازداشت محمد بدیع رهبر پیشین اخوانی ها را با اتهام تحریک مردم به خراب کردن انشاءات دولتی 15 روز دیگر تمدید نمود. بازداشت رهبران جماعت اخوان المسلمین در حال تزانیده شده است که دادگاه در قاهره حکم آزادشوی سابق پرزیدنت و دیکتاتور این کشور حسنی مبارک را صادر کرد و عصر امروز او را با چرخبال از زندان طره به بیمارستان انتقال دادند. آزادشوی حسنی مبارک بر علاوه طرفداران محمد مرسی خشم دیگر مردم را که در زمان انقلاب بهار عربی برای سرنگون کردن وی به خیابان‌ها ریخته بودند نیز برانگیخته است.